آسمانی، قدوس اسرائیل، خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب رو شکر میکنیم خداوندم. پدر جان ایمان داریم خداوندم که حتی حضور ما خداوندم در این جلسه نوعی اطاعت از فرمان توی خداوندم. پدر آسمانی تو رو شکر میکنیم، روح القدس تو رو شکر میکنیم که پیشا پیش خداوندم حتی در این جلسه ما حضور داشتی. فضا این جلسه رو تو به دست بگی خداوندم، اون چیزی که خوراک مای خداوندم به ما برسه پدر، در اتحاد همدلی خداوندم برای بازگشت آرامش به کشور عزیزمون دعا میکنیم خداوندم. هر فکر انسانی، هر فکر تروریستی خداوندم، هر فکری که خداوندم به ضرر مردم ما خداوندم از کشور ما دور بشه خداوندم. خداوندم به سران مملکتمون حکمت بده خداوندم، تا مردم خداوندم از اون دیدی که تو میبینی ببینم پدر. روح القدس افکار برادرم خداوندم، زبان برادرم ایمان تو به دست بگیر، افکار ما رو تو به دست بگیر خداوندم، تا اون چیزی که خوراک امروز مای به ما برسه پدر. در نام شاه جلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. آمین آمین و آمین به نام عیسی مسیح خداوند. هللویا، خدا رو شکر. و میدونیم که امروز حقیقتا اون 2 اتفاق تروریستی در ایران اتفاق افتادش و دعا میکنیم به اسم عیسی مسیح خداوند، خدا به دولت مردای ما حکمت بده. خداوند خودش عیسی مسیح افراد رو تک به تک ملاقات بکنه و به اسم عیسی مسیح در این زمانهای آخر خداوندا به اسم عیسی مسیح به طور کارهای معجزه آسای خدا، تو کارهات شاهکار ای خداوند بزرگ، و به نام عیسی مسیح که تو ای خدای زنده عمل کنی خدا با فیض خودت ای خدا. ملت ما خداوندا در بت پرستی کامل هستن ولی واقعا ای خدای بزرگ نمیخوان بت پرست باشن ای خدای بزرگ، و تو میبینی، تو اون دلها رو میبینی ای خدا. پس با معجزات عجیب خودت ای خدای بزرگ قوممون رو خداوندا تو ملاقات بکنه ای خدا. برای این هفته که ای خداوند بزرگ حقیقتا میخوایم پیغام خوش تو رو ای خدا به هنرمندان ایران برسونیم ای خدا. تو رو به اسم اعظم عیسی مسیح خداوند تو قلب هاشون رو لمس کن ای خدا. کسایی که تاثیرگذار هستن ای خدا، پیرو دارن برای خودشون خداوندا، با شکار قلب اونها خداوندا هزاران و میلیون ها نفر خداوندا با تو آشنا خواهند شده ای خدا. پس قدم های ما را ای خدا، بشارت ما را ای خدا تو مس کن ای خدا که به نام عیسی مسیح نام تو جلال بیابه. در نام مقدس عیسی مسیح دعا کردیم، آمین آمین و آمین. خداوندا امروز میخوایم اون نان و شرابی که ما هر دفعه در مراسم عشای ربانی میخوریم رو خداوندا کمی باز کنیم و بدونیم که خداوندا خواست و اراده تو برای ما چیه، که میگی این از بدن من و این از خون من. خداوندا تو رو به نام عیسی مسیح این رو برای ما باز کنه ای خدا، که امروز در اون مراسم عشای ربانی ها که همیشه ما شرکت میکنیم خداوندا فقط یه فرمول نباشه، یک مراسم مذهبی تشریفاتی سطحی نباشه ای خدای بزرگ. عمق این مطلب رو ما بتونیم ای خداوند بزرگ بهش پی ببریم. در نام عیسی مسیح خداوندا میطلبیم، آمین. در مکاشفه باب 3 آیه 20 میگه هان بر در ایستاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او نیز با من. کلام خدا میگه با او شام خواهم خورد. و همونطور که منظور از این کلام از شام خوردن، من با او شام میخورم و او با من شام میخورد، در کلام اینجوری میاد که خدا برای ایجاد رابطه این حرف رو میزنه. من میخوام رابطه برقرار بکنم. توی
متی باب 26 آیه 26 میگه بگیرید بخورید این است بدن من. اونجا که بدن خودش رو اون نان رو پاره میکنه میگه بگیرید بخورید این است بدن من. در مرقس باب 14 آیه 22 میگه بگیرید بخورید این است بدن من. در لوقا باب 22 آیه 19 میگه این بدن من است که برای شما داده میشود. در یوحنا باب 13 آیه 26-27 میگه اما خوردن مسیح با نیت بد، یعنی وقتی که ما در گناه هستیم، در لغزش هستیم، نمیخوایم اون رو توبه بکنیم، میگه هرگز به خیریت ما نخواهد انجامید. چقدر مهمه این مسئله که میگه بیایید و این بدن من رو بخورید و این یک مراسم نیست، این یک رابطه هستش. و در اینجا منظور از ایجاد این رابطه سالم باز نه این که یه رابطه ای که بیا امروز با هم هستیم خداحافظ دوباره فردا میاییم سلام حال شما خداحافظ دوباره یه هفته دیگه یک شنبه تو کلیسا سلام حال شما. میگه ایجاد رابطه منظورش از یک رابطه ادامه دار، همواره، با هم، همیشگی. خداوند دوست داره که ما همیشه وقتی میایم این رابطه رو با عیسی مسیح که در مراسم عشای ربانی میایم میگیم خداوندا این مراسم رو در انجام میدم، اگر خداوندا در خلال هفته گذشته ماه گذشته خداوندا کمی به بیراهه رفتم، از تو دور شدم، امیدم به جای دیگه بود، نگرانی تو زندگیم اومد، خداوندا توبه میکنم، از امروز میخوام این رخت کتان درخشان تو رو دربر کنم خداوندا، این دیگه دربر باشه دیگه، بپوشمش خداوندا و همواره همیشه دیگه خداوندا با تو رابطم عمیق باشه. چرا حالا اینجا اومده با خوردن در این مثال رو میزنه، در خوردن این رو در به ما یادآوری میکنه؟ به خاطر اینکه خوردن یک چیز شخصیه، یعنی هیچ کس به جای کس دیگه نمیتونه کسی چیزی رو بخوره. وقتی میگیم خوردم یعنی خودم خوردم، نزدیکترین کس من هم اگر یک چیزی رو بخوره به من هیچ ربطی نداره. خوردم یعنی خودم این رو خوردم، یک رابطه شخصی هستش. خوردن یک چیز درونی هستش، یعنی حتما باید یه اتفاقی صورت بگیره، یک چیزی از دهان من وارد معده و شکم من بشه. من اگر بیام دور غذا هی بپیچم هی برم نمیدونم پشت ویترین نگاه بکنم، سر میز بیارن من نگاش بکنم ولی نخورم، به چه درد میخوره؟ میگه درونیه، یعنی خوردن یه اتفاقیه که صورت میگیره و یه چیزی رو ما متوجه میشیم. خوردن یک عمل فعالانه است، یعنی هیچ موقع ما در خواب و در بیهوشی نمیتونیم یه چیزی رو بخوریم، حتما باید بیدار باشیم و یک اراده است، یک چیز ارادی انجام میشه. و اینکه خوردن یک چیز احساسیه، یعنی ما زمانی که گرسنه میشیم سراغ غذا میریم، وقتی سیر میشیم از سر سفره و میز بلند میشیم. حتما این رابطه هم در سیری هم در گرسنگی یک احساس زنده است و ما باید امروز متوجه بشیم کجا گرسنه‌ایم، کجا سیریم، کجا لنگ داره میزنیم، احتیاج ما امروز چیه. اینها باید تماما صورت بگیره و چون هر فعالیتی که صورت میگیره احتیاج به یک سوخت مخصوص داره و هر سوختی کیفیت خاص خودش رو تولید میکنه و ثمر میده، ما هم امروز حقیقتا باید بدونیم چی کار داره میکنیم، با چی تغذیه میشیم، چون این با چی تغذیه شدن ما ثمراتی توی زندگی ما میاره. اگر میریم از چیز دیگه میخوریم، یک سوخت دیگه داره ما رو اشباح میکنه، یک تولید. الان تو ایران میگن بنزین چون ناخالصه هوا آلوده است، پس میبینیم که یک موضوع اصلا بنزین نیست، موضوع اینه که هوا رو آلوده میکنی، سکته ها و سرطان ها و بیماری های پوستی، اینها همش زائیده اون سوخت بده. پس چقدر تاثیر داره که امروز ما با چگونه داره رفتار میکنیم. ما یه عزیزی داریم از بستگانمونه
و اینا. مادرش یه همچین تزی داشت، میگفتش که بابا بچه است دیگه، چه نون بدی بخوره، چه بوقلمون بدی بخوره. همیشه هم حرفش این بود بچه سیر میشه میره کنار، حالا به این هرچی هم دادی، حالا سر سفرم نیامد برو سر قابلمه تو آشپزخونه یه چیزی بخور. یعنی همیشه این خانواده نه غذای درست و حسابی، ولی مهمون میومد سفره‌های 8 رنگ مینداخت، ولی برای خودشون و خانواده خودشون هیچ موقع اون ارزشی رو که بخواد یک چیزی صرف بکنه، یک غذایی درست بکنه، هیچ موقع نداشت. و هیچ موقع هم سر سفره خودتون برید بخورید، خودت بکش بخور، خودش بیرون بود میخورد، بچه بیرون بود میگفت یه چیزی بخور بیا. یا هیچ موقع ارزش به این سوخت نمیداد. و چه ثمری داد؟ بچه ها همیشه کمبودی رو داشتن، همیشه کمبودی توی زندگیشون داشتن، هم به راه های بد رفتن. اون اتحاد و اون همبستگی و یکدلی و دوستی و عشق و محبت و گذشت و توی این خانواده دیده نشد که نشد. اگرم بود تقلیدی بود. یعنی اگر بچه های دیگه به پدر مادرشون محبت میکردن، اینا هم میگفتن مثلا سلام مامان. مادرها که به بچه هاشون محبت میکردن، اونها هم به بچهشون مثلا تو جمع محبت میکردن، یعنی ما هم این رو داریم. ولی در خفا، در خلوت خودشون به هیچ عنوان رابطه‌ای وجود نداشت. اون سوخت این تاثیر رو برده بود. برعکس خانواده‌ای هم بود همچین توی طعم غذا، مواد اولیه، تهیه خوراک خیلی سالم، خیلی نمیدونم فلان. بعد از همه اینا گذشته، وقت برای اینکه صرف بخواد بکنه برای چیزی برای بچه ها درست کنه، در با عشق یه چیزی رو درست بکنه. و اینی که صداتون بازه برادر مجید جان. و این که وقت میذاش. و بیشتر از همه اینا غذا خوردنشون خیلی چیز بود، یعنی منظم بود. سر وعده غذا صبح بعد همه بلند میشدن، صبحونه‌شون رو میخوردن، با همدیگه نهار میخوردن، با همدیگه شام میخوردن. یعنی یک اینجوری سوختی داشت. بچه ها در کمال محبت، امروز پدر مادراشون پیر شدن، همیشه کنارشون هستن، باز همونجوری برو بیا ها هستش، مهمونی نمیدونم شام دادن هاست، مهمونی دعوت کردن ها. ببینید پس اون سوخت اونجور تولیدات رو هم به بار خواهد آورد. توی دانیال باب 12 آیه 3، توی دانیال باب 12 آیه 3 ببینیم چی میگه. میگه حکیمان همانند آفتاب خواهند درخشید و کسانی که مردم را به راه راست هدایت کرده اند همچون ستارگان تا به ابد تابناک خواهند شد. پس خداوند امروز برای ما یک نقشه‌ای داره و اونجا که به ما این سوخت رو میرسونه، بیایید این بدن منه که برای شما داره فدا میشه، اونجا میگه که چون عیسی مسیح برای هدایت بشریت اومد، برای نجات بشریت اومد، حالا میگه امروز این سوخت رو تو هم بگیر استفاده کن و اگر میخوای مثل ستارگان بدرخشی، برای دیگران غیرت داشته باش، برای دیگران تو هم عمل کن. بعضی موقع ما میگیم آقا ما که اینو نمیشناسیم، به این محبت کنی برای چی؟ این که بابا نمیتونه برگردونه، این که با ما کاری نداره. فکر میکنیم هر چیزی که به قول معروف سریع به خودمون برگرده، کسی بشناسه، کسی ببینه. ولی اینجا میگه برای همگان، چون عیسی مسیح روی صلیب برای همگان جان خودش رو داد. اراده خدا امروز برای ما نیزینه، علاوه بر این که نجات میابیم، بدن خدا و خون خدا رو میخوریم، گناهمون پاک میشه، قوت خدا در ما جاری میشه، اسممون در دفتر ملکوت ثبت میشه و نجات رو میابیم با فیض عظیم خودش. امروز میخواد که حالا ما بر روی همین زمین نیز به شباهت خودش در بیاییم. یعنی ثمره‌ای که به بار میاریم، همون ثمره سوختی که خوردیم از همون ثمرش بخواد تولید بشه. و حتی میگه کارهایی، در کلام میگه کارهایی خواهید کرد که من هم نکردم.
و این اصلا ابایی نداره. خدا اصلا مثلا نمیخواد ما رو در سطح پایین تر نگه داره که بگه من خدام و اینی که شما همیشه باید تو سریخور باشید، بنده باشید، اون پایین باشید، من این بالا. نه نه نه، میگه اتفاقا بیایید از منم بزنید جلوتر. ما همیشه در مذهبمون میگفتیم پیامبرانی بیان تا ما رو نجات بدن، پیامبرانی هستن که باعث هدایت و نجات ما میشن. در مسیحیت میگه نه بابا، خود خدا هدایتگر و نجات دهنده ماست. بعد میگه تازه از اینها هم گذشته، من تازه میخوام شما خودتون حالا جزو نجات دهنده ها باشید. ببین چقدر زمین تا آسمون رابطه مسیحیت با مذهب فرق میکنه. و این رو هم باز ما از خودمون نمیگیم که حالا مثلا بابا ما هم داره برای خودمون اینجا دیگه به قول معروف سور میدیم به خودمون رو داره بالا حساب میکنیم که حالا ما داره میگیم مسیح این حرفو زد، یا مثلا مسیح میگفت که شما رو شبیه خودم میخوام بکنم، از خودم برتر میخوام بکنم، جلال من در شما نمایان بشه، شریک جلال من بشید. فکر میکنیم حالا اینا رو مثلا یه چیز تعارفه، در صورتی که کلام خدا در رومیان باب 8 آیه 29 میگه خدا از پیش ما را شناخت و معین نمود تا به شکل پسرش درآییم. خدا اصلا نقشش این بود، طرحش این بود که ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. اصلا برای خدا این یه چیز نمیدونم جدا از نقشش نیست. حالا ما بخوایم یه چیزی خدا رو تو رو درواسی بذاریم یا خودمون یه حرف تو دهن خدا بذاریم. کلام خداست. آیات متعددی رو امروز آوردم تا ببینیم خدا چقدر دوست داره. این آیات رو خواهش میکنم یادداشت بکنید که چقدر خدا دوست داره که ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. که اگر فردا برای بشارت میرید، به یکی میخواید بشارت بدید و خودش رو باور نداره، بگی بابا بیا اینجا، تو شبیه خدا خلق شدی، خدا حتی بهترین ها رو برای تو میخواد. در رومیان باب 8 آیه 29 آیه رو که گفتم، توی افسوسیان باب 4 آیه 13 میگه در ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده و به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. پولس رسول میگه اصلا خدا میخواد شما رو به قامت بلند مسیح برسونه. اراده خدا اینه. چه ارزش والایی، چه ارزش بالایی خدا برای ما در نظر گرفته. بعد حیف نیست ما این رو ول کنیم، این هویتی که برای ما در کنار گذاشته شده، بعد بیایم دنبال یه چیزی که فکر میکنیم بابا اونو خدا به ما نمیخواد بده، اون مال آدمای خاصه، برم اینجا لااقل از این نمونم. خدا میگه از اونم میمونی، از اینم میمونی. ولی اگر بیای سمت من، در اونجا که میگه بدن من رو بخورید و خون من رو بنوشید، این رابطه دو طرفه باشه، دائمی باشه تا من شما رو به شباهت خودم در بیارم، اگه اینو رها کنی، از این که موندی هیچ، از دنیا میمونی، به اونم نمیرسی، دستت از اونم کوتاه میشه، اونم برات سراب میشه، تو هم بدو اونم میدوه، بهش نمیرسی. اگرم برسی یه روزی میفهمی که میوه کاله، میوه کرموه و هیچ سودی برای تو نداره، عمر تو، وقت تو فقط هدر داد. در کولسیان باب 3 آیه 10 میگه در بدن انسانی و در معرفت حقیقی معرفت حقیقی نو شویم تا به صورت آفریننده خیش در بیاییم. یا خداوند، کلام خدا در بدن انسانی و شناخت معرفت خدا، اتفاقی که میفته شما به صورت آفریننده خیش در خواهید اومد. در رومیان باب 8 آیه 17 خدا ما را میخواند تا در جلال مسیح ما را شریک سازد. ببینید این جلال کنار گذاشته شده هست، فقط ما رو میخواد وارد اون جلال بکنه. همه چیز مهیا شده است. به خاطر اینه میگه در ظفر خدا شریک شوید. اون پیروزی رو از قبل مهیا کرده. نمیگه برید پیروز بشید، میگه در ظفر او شریک شوید. مثل ای که مثلا 2 تیم فوتبال با همدیگه مسابقه میدن،
بعد یکیشون برنده میشه، بعد به ما میگن که بیا اسمتو تو گروه برنده بزنیم، تو تیم برنده. آقا اتفاق افتاده، بیا اسمتو اینجا یادداشت کن. دیگه مسابقه‌ای وجود نداره، مسابقه رو مسیح تمام کرد. چقدر همه چی برای ما مهیا هستش. در رومیان باب 5 آیه 2 میگه به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر خواهیم کرد از همین الان، که ما نه اینکه بریم در ابدیت یه اتفاقی بیفته، چون در مذاهب میگه ایشالله ماشالله، حالا بری اون پل صراط و اینجور چیزا رد بشی انشالله یه اتفاقی بیفته. ما چون به اون رسیده هستیم از امروز شاد هستیم. اگر ایمانداری امروز در ناامیدی، در ترس، در یأس، در افسردگی، در نگرانی، در خودخوری، در خودمحوری، در نمیدونم دنیا زدگی، در ناامیدی اگه زندگی میکنه، حقیقتا اون ارثش رو هنوز نگرفته، ارثش رو به دست نیاورده. تا اون ارث رو به دست بیاره امروز دیگه هیچی براش نگران کننده نیست، هیچی براش افسردگی نمیاره، هیچی اونو شاد نمیکنه اندازه اون چیزی که داره، و هیچ چیزی او رو غمناک نمیکنه چون یک چیز عظیم داره. چقدر خدا برای ما همه چی رو مهیا کرده. توی فیلیپیان باب 3 آیه 21 میگه او با قدرت خود بدنهای حقیر ما را به شباهت مسیح تبدیل میسازد. بابا میگه تو فقط تصمیم بگیر، تو بگو من حاضرم. اون موقع که فرشته خداوند با مریم ملاقات کرد گفت از تو ای دختر پاک خداوند روح خودش رو میخواد بدمه و تو فرزندی به دنیا خواهی آورد. گفت ببین من فقط یک سوال دارم، چگونه ممکن است؟ من باکره هستم، من هنوز ازدواج نکردم، فقط به من بگو چگونه ممکن است. گفت در نزد خدا هر چیزی ممکن است. گفت حاضرم، دستش رو بلند کرد، حاضرم. امروزم خدا فقط میخواد یک نفر دعاش این باشه، خدایا من حاضرم. اگه بگیم میتونیم، خدا دستشو میکشه کنار، میگه برو ببینم. اگه بگیم میخوایم، دستشو میکشه کنار، میگه برو ببینم. ولی وقتی میگیم حاضرم، یعنی من محتاجم و میخوام، من حاضرم برای اینکه تو من رو به اون سمت ببری هر چیزی رو تحمل بکنم و با شادی هم تحمل بکنم، چون میدونم تو من رو به سر منزل مقصود خواهی برد و با شادی تحمل میکنم. و وقتی خدا ببینه، چون خدا خدای حیه، خدای سال دیگه هم هست، 10 سال دیگه هم هست. وقتی ما امروز تصمیمی رو میگیریم، او آینده رو میبینه، میگه بابا اینجا این تصمیم تو احساسیه، عمیق نیست، حقیقی نیست و من امروز هنوز تو باید کار داری. ولی وقتی میگیم حاضرم، خدا وقتی ببینه در شرایط ها و موانع ها و سختی ها و فشارها و دوراهی ها بابا این درست داره عمل میکنه، همین امروز پاداش تو بهت میده. ببین چقدر خدای عظیمی داریم و چقدر تصمیمات ما توی این راه چقدر برای خدا، برای آینده ما، زندگی ما مهمه. پس بفهمیم به اونجا که میگه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد، همش درباره یک شناخت صحبت میکنه، نه درباره یک عمل اطاعت. شناخت، تو بشناس، لبیک بگو، بعد ببین خداوند چگونه عمل خواهد کرد. او با قدرت عظیم خود ما را به شباهت عیسی مسیح تبدیل خواهد کرد. اول یوحنا باب 3 آیه 2-3 میگه آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده، اما روزی آشکار خواهد شد. ببین آنچه خواهیم بود یعنی چیزی هست، امروز من نمیبینم، ولی من به امروزم نگاه نمی کنم، من به آن چیزی که روح خدا بر من نشون میده امروز عمل میکنم. من قرار نیست دکتر بشم لباس دکتری بپوشم، من امروز لباس دکتری میپوشم چون دکتر هستم، اون شخصیت رو امروز میپوشم. من نمیگم اول به اون جایگاه برسم بعد شخصیتش رو انجام بدم. من چند وقت پیش با یکی از شما عزیزان داشتم تو راه صحبت میکردیم، گفتم اصلا قرار نیست ما به یه جایی برسیم بعد یک سری از چیزها رو انجام ندیم و انجام بدیم. اون فریب شیطانه.
ما از همین امروز اون شخصیت رو میپوشیم، اون چیزی که دل خدا رو شاد میکنه، اون چیزی که نشون میده من فرزند خدا، اون چیزی که نشون میده این یک مسیحی حقیقیه رو من امروز میپوشم، بعد اون رو به دست میارم. کلام خدا اینه. والله اونجوری میشد ایماندار دیداری، دیگه نمیگفتن ایمانی. ما با ایمان زندگی میکنیم، نه با دیدار که بریم به یه جا برسیم بعد بگیم اوکی من حالا اینجوری عمل میکنم. اون میگه بمون تو همونجا، تو اون بیابانت بمون و معلوم نیست کی به کنعانمون برسیم. ولی امروز وقتی میپوشیم خداوند میگه که تو رسیده هستی. توی غلاطیان باب 4 آیه 19 میگه خداوند خواستار این است که مسیح در ما شکل بگیرد. چقدر آیه! از خدا میخواد که ما مسیح روی زمین باشیم. خدا میخواد، ابا نداره. آیا ما میخواییم؟ همیشه به خودمون نگاه کنیم. من چند وقت پیش دخترم اینا یه جلسه ای داشتن، منم همینجوری رفتم سر بزنم. بچه‌ام توی جلسهشون دیدم اون شبانشون میگفتش که هر کاری رو میکنید ببینید اگر مسیح بود الان تو اون موقعیت مسیح چی کار میکرد. یه درس خیلی بزرگ. بعد گفت هفته بعد بیایید ببینید چی جواب دادید. اتفاقا خیلی خواستم باشم تو جلسه بعد ببینم این بچه‌ها چی جواب میدن. خدا میدونه این بچه‌ها با قلب نازک، قلب ظریف، قلب سالم، قلب ساده اومدن گفتن فلان جا میرفتیم دیدیم یک نفر مثلا داره این تو دستشه داره میاد، منم هم مسیر بودم. گفتم اگه مسیح بود الان اینو کمک میکرد. میگه گرفتم آوردم. این میگفت نمیدونم اگر دیدم آشغالی روی زمین بودش اگه مسیح بود اون رو بر میداشتش، نمیذاش آشغال باشه. میگه برداشتم. اون بچه اومد دیدم چیزای کوچیک، چیزای انقدر مسیح قشنگ تو زندگیاشون آورده بودن این بچه‌ها. من میخواستم اینجا نمیدونم این چیزو بخوام با دعوام از بابام بخوام، ولی گفتم اگه مسیح بود دعوا میکرد، طاقت میآورد و اینی که منم طاقت آوردم. بعد دیدم بابام همون شب گرفت. چقدر ساده. و امروز کلام خدا میگه میخوام شما رو به شباهت عیسی مسیح در بیام. پس امروز ما هر کاری که میکنیم، یه پولی میخوایم بدیم یه چیزی بگیریم، آیا مسیح بود این پولو میداد؟ اینو میگرفت؟ مسیح بود این کار رو میکرد؟ مسیح بود این حرفو میزد؟ مسیح بود این جوابو میداد؟ ما چجوری میخوایم به شباهت مسیح در بیاییم؟ همین جوری، همین با همین. هیچ کس هم نمیبینه. شاید دیگران هم بگن ترسید جواب نداد، بزدل بود، ترسید. اصلا مهم نیست. مهم اینه که خدا میبینه و برکت خواهد داد. توی عبرانیان باب 2 آیه 10 میگه خدا میخواهد پسران بسیار را به جلال برساند. پسران بسیار. حتی چیه میگن، همچین خسیس هم نیست بگه از توی این امت ها 2 تا فقط، نه دیگه بقیه نه. میگه بابا خدا میخواد همه به شباهت مسیح در بیان. چقدر آدم ها امروز خودشون رو دست کم میگیرن و نمیرن، نمیخوان، نمیتونن، نمیشن. خدا میخواد، اینا نمیخوان. بعد بریم نزد خدا، خدا بگه اینو برات گذاشته بودم کنار. یا خدا چه تو سرمون بزنیم که مفت باختیم، مفت دست دادیم، مفت قبول نکردیم، باور نکردیم، مال خود نکردیم، هویتمون رو نشناختیم، نگاهمون به غیر بود و نگرفتیم. برای ما اون هم جهنمیه، برای خودش عالمی داره در بهشت، در جهنم زندگی کردن. توی رومیان، تو همون عبرانیان باب 12 آیه 1 ما این یک شنبه در کلیساها گفتیم. میگه بابا دور تا دور ما انقدر آدم ها هستن تو این میدان داره میدون به این تاج فخر و جلال برسن. دست کم نگیر خودتو. میرن ور میدارن، ما جا میمونیم. بعد خدا پارتی بازی کرده، اونا رو بیشتر دوست داشته، اونا رو دعوت کرده، ما رو دعوت نکرده. اینا نیست. خدا میگه من خواستم، اینا اومدن شما نیومدی. به همین راحتی. اینا باور کردن شما باور نکردی. اینا بها دادن شما بها ندادی. اینا وقت گذاشتن شما وقت نذاشتی. به همین سادگی ما میتونیم از دست بدیم. توی رومیان باب 15 آیه 5
میگه خدا میخواهد که در انطباق با مسیح عیسی هم فکر او باشیم. فکر مسیح رم بگیر. حتی توی فیلیپیان باب 2 آیه 5 هست، میگه همان طرز فکری رو داشته باشید که عیسی مسیح داشت. شناخت، بدونیم چی هستیم، هویت خودمون رو بشناسیم، همونجوری عمل بکنیم. اگه جای مسیح بودیم، فکر مسیح چی بودش، اون رو انجام بدیم. توی افسوسیان باب 4 آیه 22 تا 24 میگه لباس قدیم را به در و لباس جدید را به تن و شبیه خدا بشیم. بابا در بیاریم، بکنیم. هیچ کس دلش به حال ما نمیسوزه، هیچ کس برای ما قدمی بر نخواهد داشت الا خودمون. هیچ شبانی، هیچ پدری نمیتونه ما رو به جایی برسونه، خودمون باید قدم برداریم. من همیشه به بچه‌ام میگم کلام خوندید؟ میگه نه. میگم فکر کردی مثلا من خوندم به تو چیزی میرسه؟ برید به بچه‌های نوح نگاه کنید، برید به نمیدونم بچه‌های ائمه نگاه کنید، پیغمبران عهد عتیق نگاه کنید. پدر اینجوری بود، میرفت جلو، بعد پدر رو حتی تنبیه میکرد، میگفت ببین به خاطر اینکه نتونستی این رو به بچت انتقال بدی و به بچه اصلا سودی نرسید، هر کس سی کار خودش میره. کسی امروز نمیتونه بیاد ما رو در روحانیت رشد بده. خودمون شاید بریم خیلی جاها خودمون رو نشون بدیم، همه بگن وای چقدر عالی، اما کی بلند میکنه؟ کی مس میده؟ کی معجزات رو قرار انجام بده؟ خداست. و خدا وقتی میبینه ما بیرونمون با درونمون فرق میکنه، ما خلوتمون با جمعمون فرق میکنه، ما رفتارمون فرق میکنه در جاهای مختلف، نگاهامون در جاهای دیگه فرق میکنه، زبانمون در جاهای متفاوت عمل میکنه. خب این خدا میگه نیستی، مال این متا نیستی، مال این جنس نیستی. به نام عیسی مسیح خداوند را دعا میکنیم. وقتی تو این مراسم عشای ربانی میگیم این بدن توست، این خون توست و میخوام تو رو بخورم، یعنی رابطه میخوام دیگه با تو برقرار بکنم. فقط یک مراسم مذهبی نباشه. خداوندا به اسم اعظم عیسی مسیح به ما بیداری بده، هوشیاری بده، آگاهی بده، بینش بده، قلب ما رو لمس کن، چشم دلمون رو باز کن. ای خدا فکر خودت رو به ما بده. ای خداوند بزرگ چشم خودت رو به ما بده، هوش و گوش خودت رو به ما بده. ای خدای بزرگ، حقیقتا ضعیفیم، حقیقتا دنیا زده‌ایم، حقیقتا کشش دنیا میاد ما رو جدا میکنه، اما خدا حاضریم. ای خدا بیاییم در رکاب تو، حاضریم ای خدا بیاییم در رکاب تو. پس به اسم اعظم عیسی مسیح خداوند، ای پدر آسمانی، تو خودت ای خداوند بزرگ بیا و از برکت این جلسه ای خدا همه ما رو ای خدا تو به نام عیسی مسیح خداوند بهره مند کن. در نام مقدس عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و با شکر و سپاسگزاری ای خدا دریافت میکنیم. آمین.